صبح بخیر کدبانوانی عزیز. طرز تهیه تورتی ایدونه. خیلی که میدونید بیسکویت رو من پیشکی پخته با یخچال گذاشته بودم. اون رو برآورده 4 تقسیم کردم و اکنون کرم آماده میکنم. برای ما 400 گرم پنیر خمه‌ای، 100 گرم خمه و 50 گرم پودر شکری در کار است. همه رو یک جایه 5 دقیقه لط میزنیم. خوب اکنون تورت رو جمع میکنیم. من تورت رو در قالب جمع میکنم. قالب رو از درون کاغذ میمونم و هر یک قبطی بیسکویت رو قنداب مالیده کرم میمولیم و همین گونه تا آخر هر یک قبط رو قنداب میمولیم و کرم میمولیم و بعدا تورت رو رویش رو با پلونکا پیچونیده تا صبح در یخچال میمونیم. این کار رو من عادتا شب میکنم و تا صبح در یخچال. طرز تهیه کرم برای بالای تورت. برای ما 150 گرم روغن مسکه، 70 گرم پودر شکری در کار است. اول آنها رو 10 دقیقه لط میزنیم و بعدا با اون 400 گرم پنیر خمه‌ای ایلوه کرده با همزن برقی 3-5 دقیقه مخلوط میکنیم. خوب کرم آماده شده است. خوب سحر شد. تورت رو از یخچال برآوردم. آهسته قالب رو میگیرم و کاغذ روغنین رو نیز میگیرم و چون الان کرم رو آماده کردم اکنون بالایش رو کرم میمولم. بعد 3 ساعت تورت رو از یخچال برآوردم و اکنون آن رو آروم میدهم. البته شما میتوانید به طور دلخواه آروم دهید. من از مغز بادام استفاده کردم و در رویش میوه موندم و از بالای میوه پودر شکری کردم، زیرا این هم زیبا میکند و هم به خاطری که میوه ها ترش نشوند و آب جدا نکنند. پودر شکری بسیار فایده میکند. هم طعم میوه ها باز خوشخورتر میشوند و اکنون تا صبح ایدونه آن رو به یخچال میگذارم.